نبردهای نفسگیر در بیش از 20 ولایت کشور، نبردهایی که شهروندان را به گونه بی‌پیشینه نگران ساخته است. اما دستاوردهای به نظامیان نیز در یک شبانه روز گذشته رقم خورده است. نظامیان افغان با همکاری بلخ چهره‌های مردمی توانستند ولسوالی بلخ ولایت بلخ، علی آباد و کندوز در میان چند ساعت دوباره از نزد طالبان آزاد بسازند. طالب به خدا گبانمید، به قرآن قدیمت که دلت زندگی بد شود. هیچ جای ورخطایی نیست، هیچ جای تشویش نیست. به هیچ دشمنه، به این مزدوره که هویتش به همگی معلوم است، ما اینا را اجازه نمیدیم که بالای مردم با عزت قندوز یا مردم افغانستان حاکمیت پیدا بکنند. ارتش میگوید در 24 ساعت گذشته در درگیری‌ها و حملات متقابل نیروهای امنیتی 234 طالب کشته و 103 تن دیگرشان زخمی شدند. در این میان چند ولسوالی و محل نیز در یک شبانه روز گذشته به دست طالبان افتاده است. چوره رزگان، میوند قندهار، شملزو و شاجوی در زابل، چهاردره و همچنان شیرخان بندر در کندوز و نهرین هم در بغلان تازه به دست طالبان افتاده است. نیروهای تا نه تنها در این ولایات در شمال بلکه در سراسر کشور با تمام قوت و قاطعیت در مقابل دشمن مبارزه میکنند و با این حال وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه گفته است که شماره از افراد نفوذی گروه طالبان را در کندوز بازداشت کردند که زیر نام ریش سفید به پاسگاه ارتش آمده بودند و میخواستند تا نظامیان به طالبان تسلیم شوند. نیروهای امنیتی گروه‌های تروریستی را از ولسوالی علی آباد عقب راندند و در نقطه شهر کندوز تلاش‌ها جریان دارد که گروه‌های تروریستی را از نواحی شهر کندوز عقب بزنند. کمربند دفاعی شهر پولخمری مستحکم ساختند، مطمئن باشند به هیچ صورتی به هیچ قیمتی شهر پولخمری سقوط نمی‌کنند. حکومت میگوید به زودی بخش‌های دیگری که طالبان تصرف کردند نیز آزاد خواهند شد. افراد تا دندان مسلح وارد خیابان‌های شهر قلعه‌نو شدند تا در کنار نیروهای امنیتی ایستاد شوند. نمایندگان مردم در شورای ولایتی و مجلس نمایندگان نیز در این صف ایستادند. آنها هشدار می‌دهند که به گروه‌های مخالف مسلح اجازه نخواهند داد تا باعث برهم زدن نظام و قوای مسلح کشور شوند. مردم با تجمع و پروگرام امروز خواستن نشان بدن که ما از خانه و سرزمین خود دفاع میکنیم و هیچ مزدور و بیگانه را اجازه نمیدیم که به سرزمین ما و بر ملت ما حاکم شود. در یک ماه گذشته به دنبال تهدیدات جدی طالبان بر ولسوالی‌های این ولایت، نبرد تا دروازه‌های شهر قلعه‌نو پیش آمد. این وضعیت حالا سبب شده است تا مردم دست به کار شوند و سلاح در دست گرفتند تا برای حمایت از نیروهای امنیتی صدا بلند کنند و حضورشان را این گونه نمایش دهند. فقط تا جان داشته باشیم در مقابل از این نیروهای دهشت‌افکن بستادیم و انشاءالله می‌خواهیم استاد و میستکیم هم. انشاءالله همه نیروهای امنیتی استاد از شیربچه‌ها استاد از وطن دفاع می‌کنیم، خصوصا خود ما آدم. در بادغیس طالبان ولسوالی‌های بالامرغاب و جوند را کاملا در اختیار خود دارند، اما شدت جنگ‌ها در ولسوالی‌های مقور، آبکمری و قادس هنوز هم وجود دارد و تهدیدات به گونه کامل برطرف نشده است. اما بزرگان قوم و برخی نمایندگان مردم بادغیس در مجلس میگویند برای حفظ نظام کنونی ایستادگی میکنند. نظام دفاع میکنند. دیگه هیچ هدف نداریم و از هیچ ناحیه هم ما سپور نشدیم. فقط یا حرکت ما حرکت یک خودجوش است. فقط هدف همینه که ما از نیروهای امنیتی خود، از نظام خود، از جمهوری اسلامی افغانستان دفاع بکنیم. باشندگان بادغیس در حال برای حمایت از نیروهای امنیتی وارد خیابان‌ها شدند که میدان‌های نبرد در ولسوالی‌های این ولایت داغ است.
طالبان در خیلی از مناطق این ولایت حضور گسترده دارند. نبردها در روزهای گذشته در بلخ بیش از هر زمان دیگر شدت یافتند و طالبان تا دروازه‌های ورودی بلخ پیشروی نمودند. اما بسیج مردم در برابر طالبان سبب شد تا طالبان از حومه‌های شهر عقب زده شوند. دروازه غربی شهر مزار شریف، جایی که دیروز شاهد نبردهای سنگین بود و اینجا تحت تصرف طالبان در آمده بود. آثار گلوله ها بر در و دیوار دروازه نشان میده که دیروز نبرد سنگین میان نیروهای طالبان و نظامیان افغان رخ داده بود. تعالی که ما تا زنده هستیم، این کمربند کسی گرفتم نمیتونم. ما با همشهری خودی وعده را میتیم که تا ما یک چکله خون هم داشته باشیم در مقابل این مردم ما ایستاد هستیم. دشمنای این وطن آمده بود نزدیک که کمربند خراب کنه و داخل شهر داره. ما که تا که یک قطره خون در جان ما باشه از این وطن خود دفاع میکنیم. شماره از راننده های مسیر بزرگراه بلخ جوزجان از وضعیت راه حکایت هایی دارند. طالب یک جای چک پوینت داره و هم در ایلاباد فیض‌آباد. مجاهدین ها در مرکز بلخ آمد، کل جای بلخ ولسوالی بلخ تصفیه است. در دست مجاهدین هاست. مجاهدین ها امنیت گرفته، ما مردم میایم موترهای لاین هستیم. سران احزاب سیاسی در بلخ میگویند آنان آماده اند تا نیروهایشان را برای دفاع از شهر آماده بسازند، اما به تجهیزات نظامی نیاز دارند و حکومت بایست آن را فراهم سازد. به هیچ وقت طالب بلخ گرفته نمیتونه. تنها ما خواهشی که داریم از حکومت مرکزی آشه، سلاح و مرمی، نیروهای هوایی باید کمک کنند. مردم خودشان همونقدر اکمالات و امکانات دارن که از خود دفاع بکنه و از کمربندهای شهر دفاع بکنه. شمال افغانستان در روزهای گذشته دستخوش تحولات بی پیشی نبود و هنوز تهدیدات متوجه مراکز ولایات وجود دارد، اما ابتکار عمل حالا دست نظامیان افغان است تا اوضاع در این بخش از افغانستان تغییر کند. اشرف فرزند ابوبکر از ولسوالی قادس مسکونی قرچغی. چی باعث شد که امروز شما تفنگ به دست گرفتین و قیام مستقیم؟ ما فقط تا جان داشته باشیم در مقابل از این نیروهای دهشت افکن بستادیم و انشاءالله میخواهیم استاد و میستکیم هم. از ناموس خود، از وطن خود، از خاک خود، از نیروهای امنیتی خود انشاءالله تعالی دفاع کردیم و دفاع هم خواهم کرد. دیگر ما چیزی گفتنی ندارم. سوال دیگر من داشته باشم. چقدر ظلم طالبان سبب شد شما بی نهایت قابل گفتن هیچ نیست. ظلم از چی بگم دیگه، با چی زبان بگم ظلمای از اینا. چند روزی که مایتای مردم قریه ما در دشت مونده بود و برادر گلتول داشته باشیم نمیذاشتن که ما اینا رو زیر خاک بکنیم، تا اینکه رسیدیم به جایی که اونا رو داخل قریه بزباید داخل مسجد اونا رو دفن کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من محب زاده هستم از ولسوالی قادس. تا آخرین قطره خون استاد هستیم که از مردم شریف بادغیس از دیگه جاها دفاع بکنیم. انشاءالله قول میتیم 100% که این تبلیغات هایی که میشود که تبلیغات های دشمن های قسم خورده میکنن که یا افغانستان یا ولایت یا کجا کدام ولایت سقوط میکند، شما هیچ وقتی این گپ را بادل نداشته باشید که سقوط میکند. انشاءالله همه نیروهای امنیتی استاد از شیربچه ها استاد از وطن دفاع میکنیم، خصوصا خود ما آدم تا آخرین قطره خون داشته باشیم از وطن، از نیروهای امنیتی، از ناموس وطن خود دفاع میکنیم. سر خود را به این راه گذاشته داریم. خصوصا ما از این بزرگای وطن میخواهیم که در جاهایی که کمکی نیاز میشد برای نیروهای امنیتی کمک های واقعی خود را برسونند، در سنگرها گشنه و تشنه و گرسنه نمانند. ان شاء الله نیروهای با کمکی به هر سرزمینی که میشود زودتر به کمک. الله اکبر. زنده باد نیروهای امنیتی ما شامل اردو، پلیس و امنیت ملی. زنده باد نیروهای امنیتی. نعره تکبیر. زنده باد نیروهای شجاع امنیتی و
حمایت میکنه. بچه های پشت برای تکبیر، برای تکبیر. برنامه امروز یک برنامه خودجوش مردمی بود که به خاطر دفاع از مردم، سرزمین و نیروهای امنیتی و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان صورت گرفت و این مردم با تجمع و پروگرام امروزی خواستن نشان بدن که ما از خانه و سرزمین خود دفاع میکنیم و هیچ مزدور و بیگانه را اجازه نمیتونه که به سرزمین ما بر ملت ما حاکم شود و تا آخرین رمق حیات دفاع خواهد کردیم و این سرزمین خود ما انشاءالله امن نگاه خواهد داشتیم در پهلوی نیروهای دفاعی. که آیا فکر نمی‌کنید نیاز هست نظام هم به نحو حمایت داشته باشن از این مردم و پشتیبانی بکنن این مردم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه وطندارای عزیز. این حرکت ما حرکتی است که ما از نظام دفاع میکنیم، دیگه هیچ هدف نداریم و از هیچ ناحیه هم ما سپورت نشدیم. فقط این حرکت ما حرکت یک خوشجوش است. فقط هدف همینه که ما از نیروهای امنیتی خود، از نظام خود، از جمهوری اسلامی افغانستان دفاع بکنیم. هدف یعنی گردی همایی ما همین چیز بوده. بله بیشک نظام حتما شاید از ما دفاع بکنه و اگرچه تا هیچ دستوری با ما ندادن و ما حرکت کردیم. ما انشالله امیدواریم که ما نیروهای خود دفاع بکنیم.